رفتم یه روستایی، یه آقا زن شوهر معتاد بودم، خواستم بچه‌شون بفروشن، رفتم بخرم بچه‌شون. یه دختر بچه 3 ساله بود، یکم همراه من بود، گفت من می‌خوام یه بچه داشته باشم فلان. رفتم بهش بگم بچه آقا بچه. بعد گفتن یه مادر شهیدی هست، شمایی که حالا یه چهره تلویزیون داری میری این مادر شهیدم. حتما مثلا باورم نشد که منزل یک مادر شهید که تک پسرش رو برای حفظ کیان این مملکت، خاک این مملکت و میز مدیران و مسئولین این مملکت به قتلگاه فرستاده، عرضش 1.5 و طولش 5 متر. گفتم اگه اینو بگم شاید کسی باور نکنه، بذار فیلم بگیرم که، چون باور. گفتم مردم، من اومدم سراغ یکی از همونایی که با رانت‌های فرزند شهیدش ال کرده و برکه خان. من نمیتونم تو این عرض پامو راست کنم چون به دیوار روبرو. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز 15 خرداد 1399 و اینجایی که من با شما صحبت میکنم روستای قره‌قاف است از توابع شهرستان مینودشت. خب من قبلا هم خدمت حاج خانم میردار رسیده بودم در این منزلشون. حاج خانم میردار مادر شهید میردار هست و خدمت رو عرض بکنم یک جمله رو این تابلوشون دارم، من دوست داشتم شما بخونید. نوشتن من پسرم را در راه خدا و برای رضای خدا دادم و نمیخواهم به خاطر شهیدی که دادم از امتیازات او استفاده بکنم. این خونه مادر شهید میردار هست در یک روستا. خواستم خودشون ببینن این خونه‌ای که فکر نمی کنم که 15 متر باشه یا کمتر و بیشتر. این خونه مادر شهید میردار هست و این بزرگوار هم مادر شهید. من خیلی حاج خانم میردار رو خیلی دوست دارم، میام بهش سر میزنم. و این مادر با اون قاب عکس سیاه‌سفید تک فرزند شهیدش مثل یک گل پژمرده نشسته بود و وقتی بهش میگفتیم که چی میخوای؟ میگفت هیچی، من برای اسلام دادم و خودم هم از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها عوضشو میگیرم، من که برای مسئولین بچه ندادم. قابل توجه مسئولین محترمی که فرزندانشون در جاهای کوچولو مثل تورنتو، ملبورن، نیوزلند، واشنگتن، اونورتر سیاتل، یه خور اونورتر کالیفرنیا زندگی فقیرانه ای رو دارن میگذرونن. خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام، من آدم بی تربیتی نیستم، اما خاک کف پای این مادر بر سر اون مسئولینی که میزش رو خون تک فرزند این مادر گذاشت.